سلام دوستان. تو این پروژه اسکلت فولادی ما برای حفاظت سازه در برابر آتش از اندود فایرپروف استفاده کردیم. همونطور که میدونید اندود فایرپروف به صورت پاششی روی تیرها و ستونها انجام میشه تا مقاومت سازه در برابر حرارت رو بالاتر ببره. حالا یه نکته اجرایی مهم اینه که بعد از اجرای فایرپروف ممکنه لازم بشه ما دستک‌های تاسیساتی یا دستک‌های باند نما رو مثل این پروژمون که باند نما داریم، دستک‌های باند نما رو از تیرها بگیریم. مثل این نقطه‌ای که اینجا می‌بینید، ما برای اینکه بتونیم محل اتصال دستک رو جوشکاری کنیم مجبور شدیم این فایرپروف رو از دل تیر بتراشیم. طبق فهرست‌بها فصل اول ردیف 010518 تراشیدن اندود پاششی یا همون فایرپروف در صورت نیاز پیش بینی شده. اما یه نکته خیلی مهم که خیلی وقت فراموش میشه، طبق استاندارد آتش نشانی ما بعد از انجام کارهای تاسیساتیمون یا جوشکاری این دستک هامون مجبوریم که این جاهای تراشیده شده رو با مواد مقاوم یا همون فایرپروف ترمیم کنیم. نکته اینجاست که این ترمیم مجدد فایرپروف در فهرست‌بها ردیف مشخصی نداره، بنابراین معمولا به صورت قیمت جدید به پیمانکار پرداخت میشه. پس موقع برآورد و صورت وضعیت حتما به این موضوع دقت کنید که عملیات تراشیدن و ترمیم فایرپروف دو عملیات جدا از هم هستند و باید به صورت جداگانه دیده بشن.